ماه ایون سال روان نویسنده انگلیس کریس اسلند کتاب نوی خود را زیر عنوان کشودن گره روی ابریشم نشر نمود که در آن رشد جهانی صنعت نساجی سرچشمه بدبختی مردم، اشغال ممالک منطقه و فاجعه زیست محیطی آسیای جنوبی و مرکزی نامیده می شود. مؤلف اثر در برابر روی ابریشم، روی پخته و روی پشم را یاد کرده است. در یک صحبت ویژه با این سیاحی سابقه دار خواهش کردم در باره کتابش و سه روی رشد نساجی که به عقیده او منطقه را تغییر دادند تفصیلات بیشتر بدهد. اکثری مردم حداقل درباره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان، کوه و بیابان ها را طی نموده ابریشم چینی را که مال سرخریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین میرسانیدند. اما برای مثال درباره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب‌های مستملکه‌داری بریتانیا محض پخته است. ببخشید ولی این رابطه پخته با مستملکه‌داری برایم روشن نیست. در عصرهای میانه اروپایی‌ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چهارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی‌روید و می‌بایست از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیاها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب‌های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است. جناب اسلند، پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟ عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روس‌ها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا به آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا ابرقدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد. بله، این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟ در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهراً اروپایی بودند. مردم زیادی دشت‌های بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبری امروزه برای اقامت میبایست از پشم برای خود یورت می‌ساختند. در سردی‌های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می‌کرد و امکان میداد که هنگام کوچبندی یورت را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می‌کردند کسی در زمستان زنده نمی‌ماند. خلاصه من در کتابم 3 راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم. شما در سالهای 90 قرن گذشته مدتی در تاجیکستان اقامت داشتید. بله در خارق اقامت داشتم. جای بسیار خوب است ولی زندگی در آنجا آسان نیست. بعضا غذا نمی رسید، بعضا ترمه راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردم هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیروی یک مذهب هستند، ولی می‌بینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده‌تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی‌ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت می‌کردند. به فکرم موجودیت حرف خاص مانند به حرف‌های زبان انگلیسی
برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است. خب شما چیزی از خود کردید؟ آیا میتونید با زبان‌های مثلا بدخشانی صحبت کنید؟ کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرفا را از خود کنم. مردم تعجب میکردند که خارجی زبان بدخشان را میآموزد. آنها به من میگفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبان ما در فرودگاه خاتمه مییابد. من میگفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم. شما با زبان ازبکی هم صحبت میکنید. این از کجاست؟ من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیریه شویدی با نام مرسی به کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی روشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماما دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کردم. اثنای تهیه راهبلدی سیاحان در خیوه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیوه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تامین روزگار ده‌ها عائله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخطهای قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعداً در بدخشان نیز استفاده شد. اصلا هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می شمارم و هرگاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی دهم. تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاح انگلیس اخیراً کتابی را با نام گشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما عزیزان آنهایی که زبان انگلیسی را میدانید دعوت میکنیم که کتاب مذکور را از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید.